یه خانواده 4 نفره توی شهر نیویورک زندگی میکنن. مادر خانواده صبحای خیلی زود از خواب پا میشه و پدر خانواده هم طبق معمول اکثر روزای هفته رو خواب میمونه و همیشه دیرش میشه. پدر خانواده به محض اینکه از خواب بلند میشه سریعا برای بچه‌هاش صبحونه درست میکنه و اونها رو راه میندازه و سریعا به مدرسه میرسونه. پدر و مادر خانواده از این زندگی پرفشار و استرس خسته شدن و یه شب به سرشون میزنه که برای همیشه شهر رو ترک کنن. اونا برای همیشه نیویورک رو ترک میکنن و به یه خونه روستایی میرن. خانواده وارد خونه جدیدشون میشن و حسابی از مناظر و طبیعت لذت میبرن و خوشحالن. داخل خونه پر از کتاب، ورق و تابلوهای عجیب غریب دیده میشه. مادر خانواده در کوچیک رو باز میکنه ولی با فرد عجیب غریبی روبرو میشه.